بکن خیری که در گرمای محشر سایبان گردد. همان روزی که با 100 داغ سر از خاک برداری. برادر مسلمان، این خواهرک ما و شما را ببینید که در این سن و سال بیماری دل است. باز از گرده اش جراحی دیده است. بالای این سرش هم نیز جراحی دارد. سبب این جراحی ها البته که بیماری دل است. و در این سن و سال ببینید که نفس خوب کشیده نمیتواند. عین حال در بیمارخانه است. به این خواهرک نفس صنعی میگذرانند. از شما احترامانه خواهش میکنم تا آخر این نوار تماشا کنید و حالا باشد سخنان مادرش را، اشک مادرش را به شما نشان میدهیم تا آخر ببینید. سلام علیکم برادرم. ما چای می دخترکم فاطمه این کسل دل داره. گردش اپیراتسیا کردم، حساب دل سرش اپیراتسیا کردم. از باید دلش اپیراتسیا کنم. بسیار مبلغش 150,000 میگن. شرایط ندارم. شما خواهش میکنم که یاردم کنیم. کاغذاش، خونای دستاش، خونای پاش اپیراتسیا تنشون کنیم. اپیراتسیا نه اپیراتسیا گردش، نه اپیراتسیا سرش. جا در می نتره هوا بزیب شود چه خیل میشه؟ نفس نگیره. این همجا تاش ما در بنی سعید نیستیم و تری کرده. خیلی شب بسیاری بد گفتگیان در ایران میگه میشه، در اینجا نمیشه. شرایط ندارم دادر جان. سرش کاغذای بیلک اردل، همه کاغذاش، شیشه و شینه همه طرف دادر جان. هر شخصیتی که به این خواهرک بیگناه، به این خواهرک مظلوم، به این خواهرک مسلمان خیر میکند، الله خیرهایش را قبول بگرداند. و یک سومی که خیر میکند الله صدها زیاد بگرداند. برادر عزیز، از شما احترامانه خواهش میکنم هر کس چین همت خود به این خواهرک خیر خود را گذارد. رقم های کارت که شما میبینید از آن خودشان هست. برادر عزیز، رقم هایشان هم هست. میتونید که تماس برایید. التماس برادر عزیز، دست جمع شویم به این خواهرک مسلمانمان، به این خواهرک بیگناهمان خیر بکنیم. ببینید که چقدر مبلغ زیاد لازم است. اگر ما دست جمع شویم به این خواهرک خیر بکنیم، انشاءالله که زود این مبلغ جمع می شود و ما و شما سبب می شویم که این خواهرک شفا می یابد. اولش خاص الله می شود و دست جمع دعا کنیم الله به این خواهرک شفای کامل عطا کند. و از شما خواهش دیگر که این نوا را حتما به دوستانتان برسانید تا اینکه دستگیری شما شود.
تا اینکه هرچی زودتر مبلغ این خواهرک جمع شود و از این بیماری ها دور شود. یعنی ما و شما سبب شویم که خواهرک با خواست الله شفا یابد. الله هر یک ما و شما را نگهبان باشد.